دستمزدوی میکشیم ببینیم چی داره میزنه. میتونه؟ نه فردا چجوری میخوای بازش کنی؟ آخه اون با این یکی به یکی نیست. باز کن. خب 3 2 1. سلام دوستان، خوش اومدید به ویدیو جدید. من رضیس هستم. سلام دوستان، انگری هستم از کانال آرمین پاور. بچه امروز یه آنباکسی جدید داره. آنباکسی امروزمون یه مارک متفاوت و محصول متفاوت از سری دستگاه های وریتی و موس کیبورد با هم. بریم ببینیم چی داره. خب بچه ها دستمزدوی میکشیم ببینیم چی داره میزنه. خب همونطور که مشاهده میفرمایید محصول امروزمون از شرکت وریتی اومده و موس کیبورد گیمینگ کنار همه. از رو ظاهر قوطی که همینطور مشاهده میکنید یه موس داره با یه کیبورد RGB. موسش هم احتمالاً RGBه، فکر می‌کنم که باید باشه چون کیبورد RGB باید باشه. دماغ نمیشه گفت یا اونطوری باید RGB باشه. خب رو قوطی چیزی ننوشته به جز این که بعد مدلش هم اینه VKP6121 GCW. مشخصات هیچی نداره، بریم پشتشو ببینیم. با بچه ها امکان داره یه صداهایی بشنوین که دیگه شیرینی زندگی، ولی خب دیشال نداره. پشت اینجا مشخصات موس داریم، اینجا مشخصات کیبورد داریم. مشخصات موس یه ذره فکر کنم اشتباه تایپی شده چون نوشته که 114 تا کلید داره. خودش هم موس، یعنی همه چیش هم کلید حساب کنیم، حتی سیمش هم کلید حساب کنیم، روکشش هم این همه نمیشه. ولی خب دیگه اشتباه چاپ شده، مشکل از پرینتر کننده است. بعد مشخصاتی که در مورد موس هر دو تاشون دیگه USB هم برای کامپیوتر کار میکنن دیگه. مشخصاتشو نمیخونم چون گفتم اشتباه. سایزاش هم یکی هم. سایزش هم یکی زده دیگه. 493 214 در 40 دقیقاً همین. این طرف رو زدن این طرف دیگه اشتباه تایپ شده. تایپی. خب موسش اینجوری نوشته از سوپر لیزر انجین تکنولوژی استفاده میکنه که باعث میشه خیلی روان و راحت و ساده و قشنگ موس کار بکنه براتون. و همچنین و طراحی موس اینجوریه که میتونین قطعات سازنده موس رو به راحتی از همدیگه جدا کنیم و در مورد باز کردنش به مشکل برنخوریم. جاهای یه گزینه یه چی تو قطعات جیمیج دیده میشه. خب و اما کیبورد بچه کیبوردمون اونجوری که مشخصه روش نورپردازی چند رنگی داره، فکر نکنم RGB باشه، ولی آنتی گوستینگ با 19 کی داره که میتونید 19 تا رو با هم استفاده کنید و تمام مشخصاتش یکی 114 تا کلید داره، با 5 ولت کار میکنه. هر کلیدش 5 میلیون بار قابلیت کلیک شدن داره و طول کابلش هم 1.5 متره و چیز دیگه روی قوطی نداره چه بخوایم ببینیم. میریم بازش کنیم ببینیم داخل قوطی چی داره. نه خب بازش میگینیم بجیدون ورشو بازش بجید من نمیتونم ببینم میتونه. نه. میتونه؟ نه فردا چجوری میخوای بازش کنی؟ آخه اون با این یکی به یکی نیست. باز کن. خب 3 2 1. خب بچه اولا چیزی که میبینیم کارت گارانتیشه. آسان سرویس چند ماهه؟ طبعا 1 ساله. 1 سال گارانتی داره. 1400 یک هفته. الان چندیم؟ 1401 است. چه هست؟ خب این 1 سال گارانتی داره. بذارین. خب بچه یه موس گونگل مونگل داره با ظاهر این شکلی، طراحی خشک داره. خب ولی کابلش باف نداره. کابلش باف نداره. اینو حالا بذاریم کنار بعدا نگاه میکنیم. بعد یه دونه هم خود کیبورد رو داریم اینجا، شلوارش در میاریم اینجوری میاریم بیرون. خب اینو بده من. قوطی رو میذاریم چین به درد خور نیست. خب بچه داخل قوطی همین است و یه دونه کارت داشتیم و 2 تا اینار داشتیم، چه چیزی اینار نداشتیم. یکی یکی میایم ببینیم چی داریم. خب اول در مورد کیبورد داریم، بذاریم اینجا باشه چه مزاحمتی نداره. بچه کیبورد از لحاظ ظاهر به چشم میاد.
رنگ سیاهیش اینقدر مات نیست، براقه. یعنی نگاه که میکنین اون سیاهی رو حس میکنه، واقعا سیاهش خوبه. من که خوشم میاد از این رنگ سیاه، خوشم. تو خوشت میاد؟ این خوشش میاد، ما خوشم میاد، شما میشال خوش میاد. خب جنسش یه جوریه که زود خط و خش بر نمیداره. این یکی از مزیتی که من به نظر میاد باشه. اینجاش طرح هانیکام داره، یعنی اون خونه زنبور زنبوری اون داره. همینجوری حالت اون داره. 6 دلی مکعب. 6 دلی هم. بعد همین دیگه، زیاد چیز نیست، خط و خش بر نمیداره. کلیداش نرمه، صدا هم نداره. ببینیم مثلا من میخوام تایپ کنم، اونجور تایپ کنیم تا. آره ببین مثلا میخوام بنویسم دانلود رضا تجارت. اینجوری نیست که اول در دیون جوری بله. باید به هدف داشته باشی، این کار سخت میشه. بله خب اینجا یه نورپردازی باید داشته باشه. اینجا آبد شد. اینجا نورپردازی باید داشته باشه، اینجا باید داشته باشه، خودش هم باید داشته باشه. از اون جایی که ما میدونیم حالت RGB نداره، یعنی نورش ثابته، استاتیکی. اینجا رنگای خودشو داره. مارک وریتی اینجا داره و اینجا هم چیزای معروف منه چه اینجا. یه طرح این گوگل مقوله داره اینجوری. این پشتش. بعد خیلی طراحیش جالبه. اگه جنسش رو یه جوری میزدن کیفیتش زیاد بود، واقعا به یه کیبورد بی‌نظیر میتونست تبدیل بشه. ولی دیگه این قیمت رو نداشت. قیمتش تن نمیدونم، حالا بعدا در موردش بحث میکنیم. خب پیتس داره اینجا، توضیحاتشو نوشته، کارت گارانتیش، لیبلشه که نباید باز بشه. اینجا ما اگه بچسبونیم میچنیم. بعد سیمش چیز نداره، باف نداره. اینم ضخامتشه دیگه، اینجوری ببینیم، اینجوری. اینم طرح اینجاش، این طرح اینجاش دیده نمیشه، اینجوری. خب کیبورد من خوشم میاد، جنسش یه جوریه که به دل میشینه، جنسی سبکه ولی خوبه. خب جنبندی کیبورد و من کیبورد خوشم میاد ازش، هرچند قیمتش پایین، ولی کیبورد یه جوریه که به دل میشینه. باید اصلا مثلا بعضی چیزا هست خیلی گرونه آدم دوست نداره، بعضی چیزا هم ارزون آدم خیلی دوست داره. این از اون ارزونایی دوست داشتنی، از اون بچه گوگلیای دوست داشتنی. اینم من همه بچه گوگلیا دوست داشتنی. خب زیاد چیز نمی‌کنه. خب بریم در مورد موسیش هم صحبت کنیم. موسیش بچه‌ها جنس روش ماته، پلاستیک ماته و مارکین زده. اینا رو نمیدونم نورپردازی داره ولی باید داشته باش چون کیبورد اونجوری نمیشه، کیبورد باید داشته باش. موس خیلی سبکه، رو موسش نمیتونه حساب باز شد. اینو بخرین واقعا جنسش هم معلومه، ببین تو خالیه، مشخص چی تو خالیه. موسو بخرین باید بزاینش چی ندید. حالت هواپیمای تنفس طبیعی لامبورجینی هم داره چی به درد ما نمیخوره، ولی خب موس خیلی سبکه، حس گیمینگ بودن نداره. کلیداش هم سنگینه، واقعا رولش خوبه، به درد سی پی میخوره، ولی خب دیگه سیمش هم باف نداره. حالا یکی بریم بندازیم رو سیستم ببینیم چطوریانه، بعد یه بازی تست کنیم باشون ببینیم که میتونیم اینجا رو انجام بدیم یا نمیتونیم اونجا رو بکنیم. خب بچه هم بندازیمشون رو سیستم، نورش رو ببینیم. بنداز بریم. 1 2 3 چه زود انداخت. خب بله بچه ها، نور ثابت داره، نورش هم نرمه، خوشاینده و اینجا سبز، زرد، نارنجی، قرمز، بنفشه. اینجا صورتی آبی هم نداره. اینجا صورتی دیده میشه. صورت موس هم بنداز. موسو آره موس هم ببین. 1 2 خب همینه. کلا اینه موس RGB خودش البته نور رو اندازه میگیره و تنظیم میکنه. یه همچین حالت ساده ماده‌ای داره. این از اون. خب و کیبورد هم چیه؟ این نورش خاموش روشن نمیشه، خودش همینجوری سر خودت کار میکنه. کیبورد ولی میتونیم خاموشش کنیم و روشنش بکنیم. کلید کیبورد دکمه های مالتی مدیا رو به صورت جدا داره، میتونید ازش استفاده بکنین. و اگه جنبنده بکنم به نظر من کیبورد خیلی خوبه و پلس اینجا نگاه وقتی میزنیم روش بیشتر میشه. اون لیزرشه. آره لامپ خب
دیپیاش رفته بالا. کجا بیارم؟ خب دست نزن دیگه بچه. خب نور یه ذره خاموش میشونه. ببینین اینا روشن میشونه. اینا ببینین، اینم ببینین شما قشنگ ببینین. نه بچه میبینین این پردازش اینه اینجوری. خب بسیج این از این هم از این. خب بچه ها میریم یه بازی تیست کنیم باش، تجربه کاری هم داشته باشیم دیگه. ببینیم چه خبران ها. صدای بازی رو کم کنم دوربین نرفته. نه زده. خیار همین؟ یه نفر بکنه باره یه زدش سوار موتور شو تره ویل کن مپه بره بابا. نواجه کنم. مردی نمیرم بابا. خوردی مردی. بدم اما سیخم ضعیف. بکن شاید پیچه بود. اوه چیز کن خودتو چیز کن. نمیشه. نداره؟ نه نباش. میزنه باز. مرد. بله تست به همینقدر کافی. البته ها. بندازمش سر اینا چی. خب بذار در مورد موس کیبورد بگم که موس که یکم دکرش ضعیفه در حوله. دیپیاش قابل تنظیم نیست، خودش فرار دوگمه میکنه. داره، دو تا دوگمه داره. شخصی دیپیاش همینه. ولی در مورد کیبورد یکم بهتر از موسه که اینجا ارگونومیک داره، دستتون درد نمیگیره، RGB داره، یکم دکمه هایشه کنترل ده. همینه. دکمه هاش هم نرمه. همینو بگم. کیبورد قابل قبوله ولی موس نه کیفیت قابل قبوله. اگه موس و کیبورد میخوایم بخرین کیبورد رو بخرین، موس رو اینجوری بخرین. خب بچه ها اینجوری دیگه بررسی من هم کافی فکر کنم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. قیمت موس و کیبورد با هم تقریبا بلوش 400 الی 450,000 تومان و اگه بخواین تنها کیبورد رو بخرین تقریبا 300-320 این ایار قیمت داره. و اینو بگم که گفتم این کیبورد قابل قبوله ولی موس نه کیفیت آنچنان خوبی نداره، پیشنهاد نمیکنم. خب دیگه ما رو لایک کنین، سابسکرایب فراموش نشه، اون زنگوله بغلم بزنین، بچه‌م داره بازی میکنه، به بچه‌ها احترام بذارین. تا ویدیوی بعد خدا